کوه کایلاش یکی از مرموزترین نقاط جهان. به اعتقاد پیروان هندو و بودا، خدای آسمان و زمین شیوا در این کوه زندگی میکنه. نکته عجیب اینجاست که تا به امروز هیچ کوهنوردی موفق به فتح این کوه نشده. شاید باورش سخت باشه، اما گفته شده کوهنوردان کایلاش به نوعی در زمان سفر کردن. داستان سفر در زمان برای نخستین بار از اونجا شروع شد که گروهی از کوهنوردان سیبری وارد خط ممنوعه شدند و بعد از بازگشت گویا به اندازه چندین دهه پیر شده بودند. طولی نکشید که تمامی اعضای این تیم یک به یک بر اثر کهولت سن جان خودشون رو از دست دادند. علاوه بر این، بازدید کنندگان و زائران ادعا کردند هنگام بازدید از کوه رشد غیر عادی در موها و ناخن‌هاشون احساس کردند. کوه کایلاش با ارتفاع 6714 متر در منطقه خودمختار تبت در چین واقع شده و دولت چین به خاطر احترام به عقاید مذهبی صعود به این کوه رو اکیداً ممنوع کرده. بر اساس متون مقدس هندو و بودا، اگر کسی به دور این کوه مقدس بچرخه گناهانش پاک میشه. طبق ادعای بومیان این منطقه، کوه کایلاش مرکز ثقل جهان هستی و نردبانی به سوی بهشت ابدیه. نکته دارک ماجرا اینجاست که به عقیده دانشمندان و مطالعاتشون قله این کوه مرکز گیتیه. حالا شما بگید، آیا به باورهاشون اعتقاد دارید؟ با پیک سیاه بیشتر بدانید.